وقتی کف حلقه رو پایین میایم تاج آستین هم باید بالا بریم؟ هم بله هم خیر. ببین عزیزان، وقتی ما لباسای کتی مثل کت یا پالتو میدوزیم به همون مقدار که کف حلقه رو پایین میایم به تاج آستین باید اضافه کنیم که بلندتر شه. چرا؟ واسه این که همیشه برای ما زیبایی و شیک بودن مهمتر از راحتیه. دقیقا مثل اونه که یه نفر از قسمت زیر بغل دست ما رو نگه داشته و شعاع بازی ما کمتر شده. خب حالا با یاد گرفتن این موضوع ما متوجه میشیم توی یه سری از لباس ها نباید تاج آستین رو بالا بریم. مثل چی؟ مثل کاپشن بارونی. ما توی کاپشن و بارونی هم تا حلقه آستین رو پایین میاییم ولی تاج آستین رو بالا نمیریم. در عوض باید قسمت بازو رو بزرگتر کنیم تا به اندازه بزرگ کنیم که با خود حلقه آستین همخوانی و هم اندازه باشه. ولی توی کت و پالتو آستین با حلقه باید اختلاف داشته باشه. در واقع آستین از لباس باید کمی گشادتر باشه که زیباییشو دوچندان کنه. حتی خیلیا برای الگوی کاپشن بارونی از الگوی آستین کیمونو استفاده میکنن تا راحتیش دوچندان بشه. شما از چه الگویی استفاده میکنید؟